اولین بار بود قلبم این همه تند میزد. حسابی عصبی بودم. منو زود انتخاب کردن. یه خانمی که سوار شاسی بلند سفیدش بود از من خوشش اومد. رفتیم خونه یه خانومه. بعد رفتیم تو اتاق و سلام دوستان عزیزم. به کانال داستان فردا خوش اومدید. من آلاله هستم و امروز میخوام یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. قبل از شروع خواهش میکنم با لایک و سابسکرایب از کانال خودتون و من حمایت کنید. خب زود بریم سراغ داستان جالب امروز. 1 سال پیش من یه شغل خوب پیدا کردم. ولی به هیچ کس نمیتونم بگم چی کارم. شغلم درآمدش خیلی خوبه. آسون هم هست. مزایا هم زیاد داره. بذارید اینطور بگم. یه شغل تفریحی با درآمد و مزایای خیلی بالا. شغل من مشتریاش فقط خانوما هستن. ولی نه هر خانومی. من فقط با خانومهای خاص سر و کار دارم. حتما کنجکاو شدید و میخواید بدونید من چی کارم. دوست دارم تو 1 کلمه اسم شغلم رو بهتون بگم. ولی حقیقتش اینه که شغل من اسمی نداره. یا بهتر بگم اسم خاصی نداره. بذارید براتون داستانم رو تعریف کنم. اینطوری راحت تره. برای اینکه داستانم رو بگم باید یه مقدار برم عقب‌تر و از چند سال پیش ماجرا رو شروع کنم. از سربازی برگشته بودم و در به در دنبال کار میگشتم. یه کارایی پیدا میکردم ولی هیچ کدوم نه دوامی داشت و نه حقوق درستی. خانوادم جزء طبقه متوسط بودن. نه اونقدر وضع مالیمون خراب بود که تن به هر شغلی بدم و برم عملگی و تی کشیدن ساختمونا رو انجام بدم. نه اونقدر پولدار بودیم که برای خودم شرکت و مغازه داشته باشم. مونده بودم این وسط. با چند تا از دوستام تصمیم گرفتیم هر جوریه یه مقدار پول از باباهامون بگیریم و یه مغازه اجاره کنیم. ولی هر جا رفتیم قیمتای رهن و اجاره نجومی بود. تازه فرضاً اگر هم میتونستیم از عهده پول رهن و اجاره بر بیایم از کجا معلوم کارمون میگرفت. هرچی پرس و جو کردیم همه گفتن اوضاع خرابتر از اینه که یه مغازه نوپا که سرمایه‌ای هم پشتش نیست دووم بیاره. مغازه هایی که چند سال سابقه داشتن همه ورشکست شدن و تعطیل کردن. خب حقیقت این بود که مردم به زور پول در حد خورد و خوراک و مایحتاج روزانه داشتن. با این اوصاف با دوستام تصمیم گرفتیم بی خیال مغازه بشیم. حداقل اینطوری اگه پولی به دست نمی آوردیم پولی هم از دست نمی دادیم. همگی علاف و بیکار می چرخیدیم. یکی از دوستام که اسمش بابک بود بالاخره قید کار مستقر رو زد و رفت در مغازه باباش. دلش نمیخواد زیر دست باباش باشه. هی بهش بگه بکن و نکن. ولی دیگه چاره‌ای براش نمونده بود. بازم خوش به حالش. من که بابام بازنشسته اداره بود و مغازه‌ای نداشت برم ور دستش. خیلی وقتا که حوصله‌ام سر میرفتم پیش بابک. مغازه لوست فروشی داشتن. کلی لوست رو چراغ خواب و چراغای تزئینی تو مغازه‌شون بود. ولی مغازه خلوت بود و بیشتر مشتریا می اومدن لامپ می خریدن. به قول بابک مردم نون ندارن بخورن. لوست میخوان چیکار؟ اکثرا بابک تو مغازه تنها بود. همه سرشو میکرد تو گوشی و تو اینستا میپلکید. منم میرفتم پیشش. یه روز بهش گفتم بابی من دیگه دارم رد میدم. بیکار، بی پول. از صبح تا شب چقدر خیابون متر کنم؟ بابک گفت حالا خیابون متر نکن. فکر کن مثل من نشستی یه گوشه کلت تو موبایله. چه فرقی داره؟ گفتم فرق داره. حداقل تو سر کار سرتو کردی تو گوشی. نه تو خونه که چشمای مامان و بابا و خواهر و برادرت عین لیزر سوراخت میکنه. بابک گفت
داداش چرا نمیره از این مملکت؟ گفتم کجا برم؟ چطوری برم؟ حالا گیرم رفتم. برم مملکت غریب چیکار کنم؟ نه زبان بلدم، نه تخصص دارم. بابک گفت تخصص نمیخواد که، اونجا پر شغلای دست دومه. ظرفشویی، نگهبانی، چه میدونم، از همین کارا. گفتم همینم مونده برم توالت شویی. بابک گفت حالا برو نگهبان شو. مجبور نیستی بری انو گو بشوری. گفتم ول کن بابا. بابک گفت چرا؟ خوبه که، تازه تو که قیافتم مثل خارجی است. یکم زبون یاد بگیری هیچکی نمیفهم خارجی نیستی. کار بهترم کم کم پیدا میکنی. بابک راست میگفت. پوستم سرخ و سفید بود و چشمام آبی. موهام هم قهوه‌ای روشن. صورت دختر پسندی داشتم. ولی در عوض قد و هیکل چشمگیری نداشتم. یه جورای قد کوتاه بودم و ریزه. 170 سانت قدم بود و 73 کیلو وزنم. گفتم بابی تو این همه دوست و آشنا داری، کلی مشتری داری، یه کاری جور کن برام دیگه. بابک گفت کدوم مشتری؟ تو کسی اینجا میبینی؟ دوست و آشنا همه خودشون معطلن. این حرفا رو ولش، بیا عکس این دختره رو ببین. عجب دافی لامصب. حرفای من و بابک همیشه همینطور بود. از حرف کار و پول شروع می شد و به دختر ختم می شد. من اندازه بابک تو کف دخترها نبودم. به خاطر قیافم بعضیا پا می دادن و منم فرصت رو غنیمت می شمردم و می رفتم تو کارشون. ولی هیچ وقت دوست دختر نداشتم. نه پولشو داشتم و نه حوصله‌شو. یه روز بابک زنگ زد و گفت بیا کارت دارم. وقتی رفتم گفت پسر یه چیزی میخوام بگم برق از سرت بپره. گفتم چی؟ گفت امروز اتفاقی یکی از همکلاسیای دبیرستانم رو دیدم. من که نشناختمش. خودش اومد جلو و سلام داد. تو مدرسه یه پسر لاغر مردنی بود با صورت پر جوش. وضعشونم عادی بود. ولی امروز که دیدمش لامصب انگار از تو فشن شو در اومده باشه. هیکل به هم زده بود. صورتش شده بود صاف آینه. از سر و وضع ماشینش که نگم. پسر مخم آب شد. گفتم گنج پیدا کرده؟ گفت نمیدونم. بهش گفتم چی کارا میکنی؟ گفت هیچی، همین دور و براییم. ولی شماره‌شو گرفتم. تا تحتوشو در نیارم ول نمی کنم. گفتم در بیار. ببین شاید دست ما رو هم جای بند کنه. بابک گفت پسره دماغو تو مدرسه مفت نمیارزید. نه از این بچه درس خونه ها بود که خر بزنه، نه بچه خوشگل بود، نه بچه باحال. یه نخودی ساکت آرومی بود که می اومد و میرفت. چطوری شده این؟ گفتم از این بچه آقازاده ها نبوده که حالا از صدق سر باباش به آلاف و علوفی رسیده باشه؟ بابک گفت نه بابا، نمیدونم باباش چی کاره بود، ولی گوزاده نبود، مطمئنم. چند روز بعد بابک دوباره زنگ زد که برم مغازه پیشش. هنوز پامو نذاشته بودم داخل که شروع کرد و گفت اگه بگم چی کار از پشمات میریزه. گفتم کی؟ همکلاسیت؟ بابک گفت آره دیگه، همون نکبت. گفتم چی کار است؟ بابک زد زیر خنده و گفت جیجیه. گفتم ها؟ مگه دوست دختره؟ بابک که از خنده نفسش بند اومده بود گفت ابلخر، همکلاسیم بوده ها، معلومه که پسره، مگه اینجا خارجه که همکلاسیم دختر باشه. گفتم خودت میگی جیجیه. بابک گفت
انگاری دیگه پسرها هم میتونن این کاره بشن. دوره خوبی شده. گفتم یعنی میره با مردای دیگه؟ بابک گفت نه بابا، بی نیست که بدبخت، فقط تو خط زنا کار میکنه. گفتم مثل آدم حرف بزن، چرا اینقدر میپیچونی؟ بابک خندش رو تموم کرد و گفت اصل مطلب رو گفتم دیگه، همینه. حالا شغلش یه اسم سر راست نداره، به من چه؟ گفتم مسخره، طرف اومده به تو گفته جیجیم، برو خودتو ایستگاه کن. بابک گفت نه بابا، به زور از زیر زبونش کشیدم، نمیگفت که انتر. سر راست مطلب اینه که این آقا ژیگولو قبلا میرفته بالا مالاهای شهر و یه جاهای خاصی وای میستاده. یه سری از پیرپاتالای پولدار هم می اومدن و هر کی میپسندیده باهاش میرفته. الان دیگه کارش گرفته خطی وای نمیسته. حالا دیگه تلفنی و سفارشی هست آقا. گفتم داداش، سر کارت گذاشته، دستت انداخته. بابک گفت خری دیگه، خر. همینه که من و تو به هیچ جا نمیرسیم. فکر میکنیم کار یعنی مثل باباهامون بریم اداره یا مغازه داشته باشیم، یه چستومن پول در بیاریم که فقط زنده بمونیم. ما فکرمون اشتباهه، اشتباه. دوره حمالی گذشته، الان پول تو چیزای الکیه. الان ملت زن و مرد از اینستا و یوتیوب و ارز دیجیتال پول در میارن. یه سری هم که نمیتونن از این کارا کنن میرن سراغ کارای پولساز دیگه، مثل همین همکلاسی نکبت من. تو یه خرم هی دنبال کار بگرد، هی دنبال کار بگرد. گفتم عجب، 1000 سال زنا از این شغلات داشتن، ولی مردا با پیر و پاتالا مگه میشه؟ اصلا مگه پیرا از این کارا میکنن؟ بابک گفت میگم از دنیا عقبیم، میگی نه. فکر میکنیم همه مثل مامان و مامان بزرگامونن، نشستن خونه به شوهر و بچه هاشون میرسن. اینقدر زن پولدار بی درد ریخته که برای چند ساعت کلی پول میدن. گفتم کلی پول؟ یعنی چقدر؟ بابک گفت ها چی شد؟ اسم پول اومد شاخکات تکون خورد. پول زیاد، خیلی زیاد، کلت بخار میشه. تازه بعضیا که به جز پول کلی کادوهای گرون و مسافرت هم میدن. اینو بگم بعضیا ماشین هم میدن. گفتم ماشین؟ بابی به خدا پسر مسخرت کرده، تو مدرسه حتما اذیتش کردی، خواسته الان حالتو بگیره. بابک گفتم که فیوز میسوزونی، اشکال نداره، بیا اینو نگاه کن، یه مصاحبه پیدا کردم با پسرای این کاره. گوششو گرفت جلو. یه پسره رفته بود و از چند تا پسر و دختر این کاره سوال میپرسید. پشمامون فر خورد از رقمای نجومی که میگفتن، از قیافه ها و لباساشون، از حرفاشون. تموم که شد بابک گفت تحویل بگیر، فهمیدی سرکاری نیست؟ این شغل پول سازه، یکی از اینا ماهیانه از کل مغازه‌های این راسته بیشتر در میاره. گفتم فعلا من شاخام در اومده. بابک گفت چیه؟ نکنه میخوای بگی این مصاحبه هم فیکه، فقط برای ویو خوردن ساختنش؟ گفتم چه میدونم، شاید. بابک گفت پاشو برو خونتون قرمه سبزی مامانتو بخور، دنبال کار بگرد، تو رو چه به این چیزا امول. وقتی برگشتم همش تو فکر حرفای بابک و مصاحبه بودم. گوشیمو گرفتم دستم و هر جا میتونستم سرچ کردم ببینم این حرف راسته یا دروغ. دیدم نه،
راسته. واقعا الان تو همین شهر این شغل وجود داره و یه سری دارن خوب پولی در میارن. گوشیمو انداختم کنار. کم به خاطر بیکاری ناراحت بودم. حالا قصه اینم باید میخوردم. اوضاع مسخره و دنیای بی صاحب. هفته بعد رفتم یه سری به بابک بزنم. گفتم بابی تو که هنوز اینجایی؟ مگه نمیخواستی بری وردست هم کلاسید؟ بابک گفت خفه بمیر بابا، کدوم گوری بودی یه هفته؟ گفتم کجا بودم؟ چپیده بودم تو اتاقم. بابک گفت یه سری اطلاعات از رفیقم گرفتم، بشین برات بگم. گفتم ها چطور شد؟ تا الان که هم کلاسیت بود یه دفعه شد رفیقت؟ بابک گفت دیگه. گفتم اطلاعات نمیخوام، خودم همه چی رو سرچ کردم و خوندم. بابک گفت اوهو زبل شدی، حالا نظرت؟ گفتم نظرت چی؟ گوه بگیره این زندگی رو. بابک گفت اون که خیلی وقت گوه گرفته، بی خیال، بریم تو کارش. گفتم تو کار چی؟ بابک خندید و گفت کار پیرزنای مهربون و دوست داشتنی با قلب‌های گلی منگلی. گفتم مسخره بازی شروع شد. بابک گفت جدی میگم، مگه برای همین سرچ نکردی؟ گفتم شعر نگو بابی، چون باورم نمیشد سرچ کردم ببینم چه خبره. ما کجای کاریم؟ بقیه کجا؟ بابک گفت خب حالا فهمیدی کجایی؟ گفتم ته چاه توالت. بابک گفت خدا رو شکر که بالاخره فهمیدی. من تو این هفته بیکار نبودم آویزون این رفیقم شدم و کلی اطلاعات گرفتم. کلی هم حساب کتاب کردم. میخوام برم تو کارش. گفتم الان جدیه یا شوخی؟ بابک گفت جدی، شوخیم کجا بود؟ تا کی بشینم از صبح تا شب تو این خراب شده که 2 لامپ بفروشم؟ به امید کدوم آینده؟ داغ خونه و ماشین داشتن که هیچ، داغ یک کفش مارک و یه گوشی آیفون به دلم مونده. گفتم بابی یه چیزی بگو بگنجه، واقعا جدی میخوای جیجی بشی؟ کی تو؟ بابک چشمکی زد و گفت اسمش بده ولی پولش خوبه، هم فاله و هم تماشا. یکم دل به دل پیرزنای تنها که بچه‌هاشون ولشون کردن و رفتن خارج میدیم و با دست پر بر میگردیم. چه عیب داره؟ کار خیرم حساب میشه. گفتم بعد شوهراشون کجان؟ بابک گفت من چه میدونم، مردن، طلاق گرفتن. نه اصلا هستن، اونا هم رفتن دنبال دخترای جوون. ایناش به ما ربطی نداره، نکنه گشت ارشادی چیزی هستی نکبت. گفتم حوصله‌تو ندارم، کاری نداری؟ بابک گفت کجا؟ باید همین الان تصمیمتو بگیری. تا کی میخوای بری به چپی تو اتاقه؟ یالا دیگه ترسو. گفتم ولم کن بابا، چه شعری داری تفت میدی برای خودت؟ من و تو رو چه به این کارا؟ بابک گفت خب اولش که سخته ولی زود یاد میگیریم. رفیقمم کمکمون میکنه، مثل اینکه یه تشکیلات و گروه کوچیکی هم دارن، بعدنا معرفیمون میکنه. حالا داداش. گفتم حالا چه گیری دادی به من؟ تو برو، اگه راضی بودی من بعد میام. بابک گفت نه دیگه، لایی نرو، همه چی با هم لباس میخریم، با هم آرایشگاه میریم، با هم میریم لب خیابون. گفتم آخه یه نگاه به من کن، من کوتوله حساب میشم. بالاخره هر کاری یه شرایطی داره. من که قدم بلند نیست، هیکلم ندارم، باشگاه هم نمیرم، تازه لباس مارک هم ندارم. بابک گفت قیافه که داری، خودت نمیدونی،
ولی این چشای آبی کلی میارزه. دل همه خانم مهربونا رو میبره. فکر میکنی از پسرایی که میان چند تاشون همچین چشای آبی دارن؟ سخت نگیر. همه عاشقت میشن. تازه وقتی که اون مارمولک چاق و گندت هم ببینن که میشن مشتری دائم. والا من حاضرم 10 سانت از قدمو بدم، 10 سانت از اون اژدهای لامصب تو بگیرم. خودتو دست کم نگیر مرد. حالا پول که اومد باشگاه هم میری، لباس خوبم میخری. گفتم بابی گیر سپیچ دادی ول نمی کنی نه؟ بابک گفت نه. مگه همیشه نمیگفتی دستت به یه کار بند کنم؟ بیا اینم کار. به این راحتی، به این خوبی، با همچین مزد و مواجبی. گفتم نیستم داداش. بابک گفت فقط ترسویی. از فرصت استفاده نمی کنی. دیگه حق نداری بشینی گوشه خونه و بگی زندگیم ته چاه توالته. حداقل یه ریسکی کن. مردی مثلا ترسوی بدبخت. یه بار بیا بریم. بد بود دیگه نمیریم. فوقش میشه خاطره میخندیم. مگه چیزی از دست میدیم؟ مگه سرمایه داریم میذاریم؟ یالا پاشو بریم لباس بخریم. گفتم پول ندارم. بابک گفت سگ خور، قرضت میدم. با بابک رفتیم و یه دست لباس فکر خریدیم و سلمونی رفتیم. بعد هم با راهنمایای رفیق بابک رفتیم یه جایی وایستادیم. از ماشین بابای بابک پیاده شدیم. اولین بار بود قلبم این همه تند میزد. حسابی عصبی بودم. برعکس تصورم منو زودتر از بابک پسندیدن. یه خانومی سوار شاسی بلند سفید از من خوشش اومد. دقیقاً همون شد که بابک میگفت و خانوم کلی از رنگ چشمام تعریف کرد. رفتیم خونه خانوم. یه جای توپ شهر که من هیچ وقت پامو نذاشته بودم. خونه ویلایی بزرگ و 2 طبقه وسط یه حیاط بزرگ. خانوم با اینکه کلی عمل کرده بود و مو رنگ زده بود و آرایش کرده بود، ولی نتونسته بود همه چین و چروکا و گوشتای آویزون افتادش رو از بین ببره. خب انتظار دختر 20 ساله رو که نداشتم. تو اتاق سلطنتیش مشغول به کار و فعالیت خیر شدم. سعی کردم تمام چیزایی که رفیق بابک گفته بود رو درست انجام بدم. به هر حال تفریح که نیومده بودم. شغلم بود. باید خوب مایه میذاشتم و خوب انجامش میدادم. باید خانم راضی باشه. موقع کار همه جوره دل به دل خانم دادم و یه جاهایی دیگه نمیتونستم. اعتراف میکنم. واقعا یه جاهایی برام غیر قابل تحمل میشد. ماشاءالله زود راضی نمیشد. همه 2 ساعتی که با هم طی کرده بودیم از جون من بدبخت کار کشید. خوشحال کردن پیرزن‌های مهربون با قلب‌های گلگلی منگلی همچینم کار آسونی نبود. نفسم برید تا تموم شد. خانومه که فهمید اولین بارمه اومدم تو خط یه انعام کپل هم اضافه کرد. اینقدر هم راضی بود که شمارمو گرفت تا بارای بعد به هم زنگ بزنه. از خونش اومدم بیرون و گوشیمو نگاه کردم. بابک چند بار زنگ زده بود. شماره‌شو گرفتم. کارش تموم شده بود و منتظر من بود. آدرس دادم و اومد دنبالم. سوار که شدم به همدیگه نگاه کرد. 1 ثانیه بعد هر دو از خنده منفجر شدیم. همونطور که ریسه می رفتیم من پولا رو در آوردم و نشون بابک دادم. اونم گوشیش رو در آورد و پیامک واریز پول بانک رو نشونم داد. خنده‌هامون که تموم شد بابک گفت تعریف کن چی شد؟ گفتم اول تو بگو. بابک گفت تو بیشتر پول در آوردی لامصب. نه به اون ناز و اداهات که نمیام و نمی کنم، نه به زودتر رفتن و بیشتر پول در آوردنت. از الان باید بشم شاگردت. حالا تعریف کن استاد. از اون روز
من و بابک شدیم صاحب یه شغل خوب. شغلی که هنوز اسمی براش نداریم. ولی تونستیم از اون فلاکت بیایم بیرون. حالا دیگه قصه بیکاری و بیپولی نداریم. بابک گفته باید تا میتونیم زیاد کار کنیم و پول جمع کنیم. چون شغل ما همیشگی نیست و به محض بالا رفتن سنمون تمام میشه. ولی خب حالا وقت داریم. هنوز خیلی مونده. فعلا که هر دوتامون ماشین رو گرفتیم. بریم برای قسمت بعد ببینیم چی میشه. خب دوستان، داستان امروز رو شنیدید. نظر شما چیه؟ به نظر شما وقتی جوونا آینده شغلی درستی ندارن، حق دارن برن سمت اینجور کارا؟ نظراتتون رو کامنت کنید و با من در میون بذارید. از اینکه با لایک و سابسکرایب به هم انرژی میدید ممنونم. تا داستان فردا، خدا نگهدارتون باشه.